مجموعه ویدیوی ارتش شیطان قسمت 13. مجموعه ویدیوی ارتش شیطان با بیان نقشه های پنهان یاران شیطان در دنیای امروزی می پردازد که چگونه دنیا و مردم آن به طرف شیطان و در نهایت تباهی کشیده می شود. این قسمت به شما واضح می سازد که چگونه صنعت موسیقی با آیین شیطان پرستی ارتباط ناگسستنی داشته و من حیث یکی از قوی ترین اسباب شیطان و شیطان پرستان مورد استفاده قرار می گیرد. تماشای این قسمت به شما واقعیت های زیاد را روشن خواهد ساخت. گرچه بعضی از ابعاد شیطانی صنعت موسیقی را برایتان توضیح دادیم، اما بعضی از بینندگان ما ادعا دارند که ما در این مورد زیاده روی کرده ایم و هیچ ارتباط بین صنعت موسیقی و شیطان پرستی وجود ندارد. این ویدیو یکی از بزرگترین جشنواره‌های رقص و آواز است که سالانه با هزاران شرکت کننده در کشورهای مختلف برگزار می شود، جایی که مراسم شیطانی برگزار شده و از جانب شیطان سخنرانی های صورت می گیرد. به هر سخنی که اینجا گفته می شود دقت نموده و بالای آن فکر کنید. It's all around you. او در اطراف شماست. او بر کابوس های شما تسلط دارد. او تاریکترین احساس است. راهش شما را به تاریکی ها هدایت می کند. آماده باشید، چون او امشب اینجاست. اینجا قلمرو من است. خوش آمدید به کلایمکس. کلایمکس شما را تشویق می کند تا به شیطان درونی خود بپیوندید. گردانندگان این جشنواره شیطان پرستان هستند. در هر وقفه موسیقی صدای پخش می شود که در مورد شیطان سخن می گوید. مدتها قبل از خلقت انسان نیروی جن بر زمین حکم فرما بود. نمیتوان او را لمس کرد، نمیتوان او را شنید، اما موجودیتش را میتوان حس کرد. و آنها هر دیجی یا خواننده را من حیث خادم شیطان معرفی می کنند تا آمده و بر روی استیج یعنی صحنه اجرا داشته باشد. بگذارید کسی را معرفی کنیم که تحت سایه اربابمان شیطان قرار دارد. کسی که زندگی و آزادی خود را برای چیز برتری فروخته است. او مدیر برنامه امشب ماست و او به رفین یعنی رزل و بیشرف ملقب شده است. امشب من انتخاب شدم تا تحت سایه اربابم شیطان قرار بگیرم و برایم این وظیفه واگذار شده تا شیطان را پذیرفته و ملائک را از خود برانم. بگذارید صدایم شما را هدایت کند. اولین شیطانی که باید بر محراب تاریکی اجرا کند روحی است که سالها رقاص خانه ها را مدیریت می کند. خدای تاریکی از او خواسته تا این مراسم افسانه‌ای را افتتاح کند که به شما مهارت‌های خود را آشکار کند تا در اولین قدم‌های این مسیر نزولی افکارتان را ضعیف سازد.
الله متعال به منظور امتحان برای هر فرد یک جن را قرار داده. وظیفه‌اش این است تا شما را با وسوسه هایش به پلیدی ها تشویق کند. برای جزئیات بیشتر قسمت دوم را مشاهده کنید. Everybody has a dark side. هر فرد دارای یک بود تاریک یعنی شیطان است که قوی و غلبه کننده است. او مسئول است و بدتر از همه این که همه شما او را در خود دارید. من نمایندگی از شیطان درونی شما یعنی قرین می کنم. من جسم و روح شما را کنترل می کنم. امشب شما از من هستید. آنها می دانند که برای هر فرد یک یار همیشگی یعنی قرین وجود دارد و آن را شیطان درونی می نامند. اما چطور این را می دانند؟ چون قرین خدمتگزار شیطان است و او یعنی شیطان آنها را به جزئیات می شناسد و به آنها می آموزد که چگونه مردم را گمراه کنند. Every time you were alone, هرگاه که شما تنها هستید، هرگاه که خواب هستید، او همیشه آنجاست. او بر کابوس های شما تسلط دارد. او شما را با هر قدمی که برمی دارید کنترل می کند. او در زمین است. او در هوا جاری می شود. او در آب طغیان می کند. او در باد می وزد. و او در شعله ها می سوزد. من همه جا در اطراف شما هستم. حال اجرا کننده بعدی را بر روی استیج می فرستند. کسی که مردم را با واسطه جادوی موسیقی سحر می کند. حال اربابمان می خواهد که وسوسه انگیزترین اسلحه‌اش را استعمال کند که قدیمی ترین طلسم کتاب جادوی سیاه است. Our second descendant is one of the favorite pets of our master. دومین فرستاده ما یکی از دست پرورده های دلخواه اربابمان است و او مفتخر به انجام این بخش مهم در مراسم اربابمان است. شاید فکر کنید چگونه ممکن است که با واسطه موسیقی جادو کرد. برای این باید ابتدا بدانید که جادو چیست. یکی از انواع جادو این است که شما با واسطه یک جن تسخیر شده و او بدن شما را کنترل کند. برای جزئیات بیشتر قسمت نهم را مشاهده کنید. و این دیجی ها و هنرمندان کوشش می کنند که بدن شما را با واسطه این دو وسیله یعنی موسیقی و قرین کنترل کنند. و به همین خاطر بعضی اوقات با ضربان قوی موسیقی بدنتان به حرکت‌های ناخودآگاه شروع می کند که کاملا خارج از کنترل شماست و اینطور به نظر می رسد که گویا تسخیر یعنی مسحور شده باشید. Their job is to enchant large crowds with penetrating sounds and piercing rhythms. وظیفه آنها این است که جمعیت‌های بزرگ را با صوت‌ها و ریتم‌های نفوذ کننده موسیقی سحر کنند. دو گروهی از هنرمندان وجود دارند، آنهایی که آگاهانه به شیطان خدمت کرده و اجتماع را فاسد می سازند. دوم، آنهایی که ناخودآگاه این کار را می کنند. و از میان آنهایی که آگاهانه این کار را می کنند فقط عده اندکی برای اجرا در استیج‌های بزرگ انتخاب می شوند. در هر 1000 پیرو فقط یک نفر از خلاقیت خاص برخوردار است.
خلاقیتی که با آن حتی اربابمان را مجذوب خود می کند و زمانی که چنین شد آن فرد این فرصت را دارد تا بر روی بزرگترین استیج اربابمان اجرا کند. آنها حتی میگویند که ادیان کوشش کردند تا شما را از موجودیت شیطان اخطار دهند، اما شما نمیتوانید موجودیت او را قبول کنید. Religions have tried to warn you in their holy books. ادیان در کتاب مقدسشان کوشش به اخطار دادن شما نمودند. درس هایی از اقوام صلحجو در مورد حقیقت به شما گفته‌اند. اما این ثابت شده که همه آنها بیهوده بودند. شما هنوز با وجود شیطان قانع نشده اید. شما هنوز قدرت بعد تاریکی ها را احساس نکرده اید. من بدتر از آنچه شما تصور می کنید هستم. ببینید که آنها چگونه با فرقه های سری یعنی فریمنسون ها و ایلومیناتی در ارتباطند. This ritual is guided by the voice. این مراسم با صدای رهبری روحانی ما رفیان اجرا می شود. بگذارید صدایم شما را هدایت کند. من شما را به سطح بالایی از آگاهی میرسانم. مرا تا جهان با ابعاد دیگر تعقیب کنید و خود شاهد باشید. پیروانم. And behold, my disciples. کاهنان فرقه های سری با صدایشان ما را خوشنود ساختند. بعد ساعتها موسیقی قوی به حضار میگویند که حالا همه شما نفرین شده اید و هیچ کس این سخنان را جدی نمیگیرد چون چشمهایشان به حقیقت کور است. It has been a long struggle. مبارزه طولانی بود، اما در نهایت خدای تاریکی ها شما را در قلمرو خود فروکش کرد و حال شما ارواح نفرین شده هستید که در زندان اربابمان زندانی شده اید. شما اسیر او هستید. You are his slaves. شما صنعت موسیقی را مانع شده نمیتوانید، اما میتوانید نفستان را کنترل کنید. آن را با موسیقی تغذیه نکنید. منتظر قسمت های بعدی باشید انشاءالله.